زنده ای سلام. تی اول چطوره؟ خوبیسی؟ تی بلا میسه چش اوشنم تر سلام رسانیدی. تی دست درد نکنه. حتما دایی جان چطوره؟ خوبیسه؟ گوشی پادن دایی. آقا دایی جون سلام، حال شما خوبه است؟ بله مراقبیم آقا دایی جون. سفر دوری که نمیخوایم بریم؟ سلام پسر دایی جون، معلومه تو کجایی؟ فردا سر ساعت 2 فراموش نشه. چی؟ ماشین جدید؟ مبارکه. پس دیگه حتما میبینمت رأس ساعت 2. حتما. خداحافظ. پس شما همیشه همیار پلیس هستید، نه فقط ایام تعطیل. و یه همیار خوب آقا منظم، نظم رو باید خودش رعایت کنه. اینکه تو ماشین با دیگران صحبت نکنه، اینکه مزاحم راننده نشه. و یه همیار خوب کسیه که مؤدبه. بله، یعنی میدونه که اولین وظیفش احترام به بزرگترها و رعایت ادبه. و یه همیار خوب کسیه که آقا اجازه کسیه که توصیه‌های پلیس رو خوب گوش بکنه و به حرف معلمش هم خوب توجه بکنه. اینه. آقا اجازه، آقا یه همیار خوب کسیه که برای سلامتی خودش و پدر مادرش تلاش نکنه. آقا تلاش بکنه. دارم درست گفتم. راستی حواستون هم باشه تو ایام تعطیل دفترچه یادداشتتون هم همراهتون ببرید. خاطرات این روزهای تعطیل رو هم توش یادداشت بکنید و شعار همیارای پلیس رو که سلامتی و امنیت من و خانواده‌ام در گرو احترام به قوانین راهنمای رانندگی رو به یاد داشته باشید. آمارا نشون داده که همکاری شما گلای نازنین هم خیلی خوب و مفید بوده و درصد قابل توجهی از تصادفات و حوادث رانندگی رو کم کرده. به افتخار خودتون رو بغل دستیاتون دست مرتب. داره خبردار، بیایید این ور بازار. من و تو با ما مثل همیم، پلیس یاریم و همیار. نشان همیار پلیس 3 و 2 و 1 1 و 2 و 3 مخصوص ماست تو ماشینا. ما بچه های مدرسه. همیار یکم کیه با کیه؟ اونی که گل بهاریه، شاگرد ریش دبستانیه و اول ابتداییه. همیار دوم پس کیه؟ دومی یا سومی یا یار معلم و پلیس مدرسمون خونه ما. همیار سوم پلیس، بذار خودم بگم که کیست. 4 یا 5 یا نمرشونم همیشه 20. داره خبردار، بیایید این ور بازار. من و تو با ما مثل همیم، پلیس یاریم و همیار. نشان همیار پلیس 3 و 2 و 1 1 و 2 و 3 مخصوص ماست تو ماشینا. ما بچه های مدرسه. این همه گفتم همیار، بذار بگم از پلیسیار. اونی که یه دو جوونه. یه دقیقه دست نگهدار. آقا یه دقیقه دست نگهدار.
آره عمو جون میگفتم اول راهنماییه تو مدرسه با ماشین خونه پلیس راهنماییه آره عمو جون میگفتم اول راهنماییه تو مدرسه با ماشین خونه پلیس راهنماییه آها آخه رسیدیم اینم اینجا نیومد نمیدونم عمو اوه فکر کنم خودشه آره درسته خودشه فکر کنم خودشه عمو برو این پسردای جانتان تحلیل میکنم وقار و قدرت استحکام و اطمینان سرنجان آباده سفر خطر بی خطر تورنجان بفرمایید سرنجان مجهز به کیسه هوا و سیستم ترمز ABS با فرمان تلسکوپی کمربند ایمنی نهایت ایمنی نسل جدید و پیشرفته خودروی ملی سرن آقا جون سوار چید بریم تا به شب نخوریم امین محمد برو حالا شو خیلی خوش آمدی آماده هستی؟ بله بفرمایید چی شده؟ آقا شما که کمربنده ایمنیتون رو نبستید آقای پسردایی عمو شما ببخشید عزیز دلم پورن جان به ایشون حالی کن من ماشینی رو که رفتم خریدم مطمئنه مجهز این حرف نه آقا نشد سوار هر ماشینی که میشه باید کمربند ایمنیشو ببندی فرقی که نداره داره بذار ببینم خودتو کنار دستی کمربند ایمنی تو نبستی کمربند خودتو که گفت ماشینو میگم رفتی و پشت فرمونم نشستی آقای عزیز حالا شد اگه به فکرتون ماها نیستی سلامت باشه آی مهربون حتما به فکر بچه هات که هستی کمربند ایمنی تو که بستی از خطرهای اولیه جستی اینجوری با رعایت قوانین تو بهترین بابای دنیا هستی هر کاری توی هر شهر یه نظمی داره قانون تا همه باشیم هم یا بشیم با هم مهربون هر کاری توی هر شهر یه نظمی داره قانون تا همه باشیم هم یا بشیم با هم مهربون بذار ببینم خودتو کنار دستی کمربند ایمنی تو نبستی کمربند خودتو که گفت ماشینو میگم رفتی و پشت فرمونم نشستی آقای عزیز حالا شد اگه به فکرتون ماها نیستی سلامت باشه آی مهربون حتما به فکر بچه هات که هستی کمربند ایمنی تو که بستی از خطرهای اولیه جستی اینجوری با رعایت قوانین تو بهترین بابای دنیا هستی هر کاری توی هر شهر یه نظمی داره قانون تا همه باشیم هم یا بشیم با هم مهربون هر کاری توی هر شهر یه نظمی داره قانون تا همه باشیم هم یا بشیم با هم مهربون باش چشم اینجوری همیشه امتره باری کلا امیر من کلا حرف نداری امیر خوش آمد خیلی خوش آمد متشکرم بریم